گوش باشید، اهالی شهر به گوش، همه به گوش باشید. چه خبر شده؟ چی میخواد بگه؟ همه به گوش باشید، اهالی شهر به گوش. اهالی شهر به شما مژده میدهم که کار ساختمان مسجد شهر به پایان رسید. جناب فضل ابن ربیع امروز مسجد را افتتاح می کنند، پس به سوی مسجد بشتابید. خیلیش خدا حفظت کنه. خدا چرا برای ما نگه داره؟ خدا عمرت بده. خدا کمکت کنه که بازم مسجد بسازی. خدا به فضل ابن ربیع خیر و برکت بده. خداوند عمرشو زیاد کنه. خدا هر چه بخوای بهت بده. بله خدا هر چه بخوای بهت بده. خدا رو شکر میکنم که کار مسجد به پایان رسید. من خوشحالم که برای شما مؤمنین کاری انجام دادم و محل تازه‌ای برای عبادت ساختم. خدا عمرت بده جناب وزیر. خدا تو رو برای ما نگه داره جناب وزیر. خیلی ممنون. همتون میدونین که این مسجد رو من فقط برای رضای خدا ساختم، ولی چون هر مسجدی بالاخره باید اسمی داشته باشه، من پس از مشورت با خودم به این نتیجه رسیدم اسم خودم رو بذارم. ای فضل، خدا به تو پاداش خیر عطا کنه. خدا میدونه که برای چی این کارو کرده. بفرمایید. مسجد فضل بهتر بود می نوشت خانه فضل.